بخطری جسمی برای انسان کافی نیست. انسان یک جسمی تنها معذرت میخواهم گوسفند نیست که با او خوراک بدهید و یک عاقل آرام و روشنی باشد، آب باشد، به همین اکتفا کند. حالا طرفداران امام رحمان همین را دعوت دارن، میگن خب امنیت هست، آرامش هست، شما راه گشته ایستادید، نفس میکشید، باز چی میخواهید؟ روسیه رفته کار کرده ایستادید، آماده ایستادید. خب اگر همین گونه امنیت و آرامش کافی می بود، در افغانستان باید اصلا جنگ نشود، باید اصلا مقاومت وجود نداشته باشد، باید اصلا هیچ کس از احمد مسعود پشتیبانی نکند، بلکه احمد مسعود را بگن که خودت ضد امنیت هستی، ضد آرامش و ثبات در افغانستان هستی، برای اینکه طالبان امنیت و ثبات آورده ایستادن. اما مردم افغان میگن این کافی نیست، جامعه جهانی میگه کافی نیست. پس اینجا مقاومت، مبارزه به همین خاطر است و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم دقیقاً همین چیز رو میخواست و یکی از سبب‌های اصلی بسته شدن ما و بسته شدن دیگر احزاب و زندانی شدن هم همین است که ما از امام رحمان طلب کردیم که ما فقط مسئله نیست که ما کار برویم بیاییم و زنده باشیم، ما میخوایم در حیات سیاسی شرکت داشته باشیم، انتخاب کنیم، انتخاب شویم. اگر مردم ما رو انتخاب کند در یک انتخابات آزاد بیایم سر قدرت حاکمیت کنیم مثل که شما حاکمیت کرده ایستادید. اگر مردم باز ما رو انتخاب نکرد برویم از سر قدرت، اما باید برای این انتخابات آزاد و شفاف باشد. و همین مشکلات بود، همین مسئله ها بود که ما در میان میگذاشتیم و همین چیز سبب شد که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بستند، برادران را زندانی کردند، قسم دیگر را مهاجر کردند. شکرانه کنیم که آزاد هستیم. میخوایم میریم مسجد نماز ما میخوانیم، میخوایم روزمون میگیریم، لیکن با سیاست با کار دولتداری مداخله نمیکنیم. کردی در نزد قانون جمهوری.